البته امروز یک موسمی بگیم بهار است و در این موسم مواد غذایی عملی میگردن رو که استعمال کرده می شود از طرف اهالی که نه همه وقت این مواد غذایی برای استعمال و برای سلامتی انسان منفعت آور است. البته امروز باید قید کنیم که من مسئله اون چیزی که در زبان محلی خودم خوش میگویم در همین موسم پیدا می شود و مردم با جمع‌آوری بگیم که همین مواد غذایی سفربر کرده می شود و مردم مشغول می شود و باید بگوییم که بودن او حادثه هایی که در نتیجه نفهمیدن ندانستن نمودهای بگیم که غذایی این گونه مواد غذایی یا که او نمودهایی که زهرناک هستند آدمان گرفتار زهرشوی میگردند که حتی در بعضی حالت ها بگیم که حالت های فوت هم واقع گرفته شده بودند. در بسیار منا بگیم که راهروها در راههای ماشینگر در جاهایی که موافق نیستند از طرف شخصانی بگیم که علاهیده و سودا برآورده می شود که این ممکن نیست و زنبورها باید تنها در شرایط بازارهایی که موجود هستند و بازارهایی که به رسمیت قبول گردیده‌اند چون که در اونجا ساختارهای بایتاری فعالیت میکنند که و یا نمودهای زهرناک و نمودهای برای استعمال موافق بودن و یا باید فرق میکنند و اجازت میدن که برای فروش و استعمال همین گونه موادهای غذایی. البته بیشتر من در صحراها در مشقزارها در من خود درختها در بیخ درختها پیدایش من این گونه زنبورها به وجود می‌آید که استعمال این گونه زنبورها قطعاً منع است و باید این را هر کس دانست. یگانه راهی که در وقت زهرشوی زنبورها به وجود می‌آید یعنی که ما شاید شستن معده و تازه کردن روده‌ها و بعدا خودداری یعنی که منع کردن همون مواد غذایی که گناهکار دانسته می شده که گمانبر است منع کردن و بعدا تست و کارمندان ساحه تندرستی یا با یاری تجاری یا با کارمندان طب اولیوی که امروز طب اولیوی خیلی وسیع و فعال کار میکنن فعالیت میکنن مراجعت کرد چون که تنها با راهی نابود کردن یعنی که پراکنده کردن همون زهر داروهای ضد زهری میتونن که در وقت سری وقت استفاده بودن آدم رو از حالتهای بگیم که ناخوش امین نگه دارن.